بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن والاه. رد شبهات قبر پرستان شماره 1. در این زمان اگر از کسی بپرسیم که چرا شما فریاد از غیر خدا می کنید و غیر خدا رو به فریاد می طلبید و از غیر خدا کمک می خواهید، در جواب شاید به ما بگی که ما این انسانها و اولیا و انبیا و قبرها رو فقط به خاطر این به فریاد می طلبیم که ما رو به خدا نزدیک می کنن. مثلا اگر از یک شیعه بپرسی چرا همیشه میگی یا علی یا حسین یا فاطمه زهرا، حتما در جواب شما میگه که من نمیگم اینها خداست، بلکه اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن. یعنی میگه من برای اینها عبادت میکنم که منو به خدا نزدیک کنن. خب یا مثلا اگر در کردستان ایران اگر مثلا از یه نفر بپرسی که صوفیه، بگی چرا مثلا شما شیخ عبدالقادر گیلانی یا حسام الدین نقشبندی رو یا بابا علی رو یا مثلا شیخ هادی رو به فریاد می طلبید، در جواب شما میگن که ما که نگفتیم اینها خدا هستن، ما میگیم اینها چون انسانهای صالحین اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن و ما چون گناهکاریم صدامون به خدا نمیرسه، نعوذ بالله، و اینها صدای ما رو به خدا میرسونن. چون اینها انسانهای صالحی بودن و به درگاه خدا مقام و منزلت داشتن. اولا اگر در قرآن و سنت اسم کسی نیومده باشه که پیش خدا صالحه، هیچ کسی از ما مسلمانان نمیتونه بگه که این شخص پیش خدا صالحه یا نه. اگه هم بگیم باید بگیم انشاءالله، چون ما غیب رو نمیدونیم. ولی در مورد پیامبران و اولیاء مثل اصحاب پیامبر میتونیم بگیم اینها صالح هستن، ولی نمیتونیم بگیم که فلان شیخ هادی یا شیخ حسام الدین یا عبدالقادر گیلانی اینا حتما اولیاء خدا بودن، بلکه میگیم انشاءالله اولیاء خدا بودن، چون پیامبر نگفته که اینها اولیاء خدا هستن یا وحی در مورد اینها چیزی نگفته. حالا ما بر فرض بگیریم که اینها انسانهای خوبی بودن، باز همین حرف غلطه. یا مثلا اگر از مردم مریوان بپرسی که چرا میگن یا ابوبکر صدیق، میگه آقا ابوبکر صدیق اولین خلیفه مسلمان است، انسان صالحی بوده، یار غار پیامبر بوده، پدر زن پیامبر بوده صلی الله علیه وسلم، ما چون انسان صالحی ازش فریاد میطلبیم و اون ما رو به خدا نزدیک میکنه. حالا ببینیم فرق این صحبت‌هایی که اینها میکنن با فرق صحبت‌هایی که مشرکین زمان پیامبر میکردن در چیه؟ در زمان پیامبر اگه از یه نفر میپرسیدن، یعنی از یه دونه مشرک میپرسیدن شما چرا این بتا رو به فریاد میطلبید، چرا میگید یا لات یا منات یا عزا، اینا اسم بتاشون بودن و بتاشون هم نمادی بود از ملائکه، میگفتن اینا ملائکه هستن، یعنی اینا نماد ملائکه هستن و ملائکه به درگاه خدا مقربن، اینها میتونن ما رو به خدا نزدیک بکنن. یعنی دقیقاً جواب مردم امروز که فریاد از غیر خدا میکنن، دقیقاً جوابشون مثل جواب مشرکین زمان پیامبره. چون در سوره زمر آیه 3 الله تعالی میفرماید مشرکین برای توجیه شرک خودشون و این واسطه های ناشرعی که گرفته بودن میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما فقط به این دلیل این بتا رو عبادت میکنیم که اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن. یعنی دقیقاً جوابی که امروز میدن، چون ما همونطور که میدانیم هیچ کدوم از مردم به اندازه شیطان
به درگاه خدا گناهکار نیستن. خب در حالی که شیطان فقط از خدا طلب کرد که اونو نکشه تا روز قیامت نگهش داره. خدا هم جوابشو داد، فرمود اینک من المنذرین، تو میمونی، من تو رو نمیکشم تا روز قیامت. دیگه اونجا شیطان نرفت آدم رو واسطه کنه، آدم و حوا رو واسطه کنه، چون میدونست فقط باید از خود خدا طلب بکنه. خب وقتی شیطان میتونه از خدا طلب بکنه و خدا هم جوابشو میده، به نظر شما چرا باید مردم امروز از خدا طلب نکنن، از غیر خدا طلب بکنن و بگن که ما روسیاهیم و گناهکاریم و حتما باید یک نفر واسطه حرفمونو به خدا برسونه؟ این یک شبهه باطله که در بین مردم پخشه و این کارشون شرکه، این کارشون باطله و کفر و شرکه و از دین محمد هم خارجشون میکنه، چون دقیقاً شرک و کفری رو انجام میدن که در زمان پیامبر مشرکین انجام میدادن.